أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 48 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 49 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع والاربعون، یعنی درس 49. درس 49 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد. این کلمه ها باید با تمام نازکی هایشون حفظ کرده شوند اولا، بعدش حوار این درس خوانده شود. کلمه های نو این درس چنین است که صاحب کتاب میگوید عصفور. عصفور یعنی گندشک. عصفور گندشک اسم مفرد است، جمعش می شود عصافیر، یعنی گندشک ها. عصافیر صیغه منتهی الجموع که هست ممنوع من الصرف است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید قفصون. قفصون یعنی قفس، به تاجیکی ما و شما هم همچنین قفس میگوییم. جمعش می شود اقفاصون. اقفاصون یعنی قفسها. اقفاصون جمعی قفسون هست. بعد از این میگوید قولون. قولون یعنی سخن، یعنی گپ. قول سخن رو میگویند، گپ رو میگویند. جمعش میشود اقوالون، یعنی سخنها، گپها. بعدش میگوید شیئون. شیئون یعنی چیز. شیء چیز. جمعش میشود اشیاء، یعنی چیزها. اشیاء یعنی چیزها، اسمی غیر منصرف است. اشیاء به مثل اسماء که نام آدم هست، غیر نام زن باشد غیر منصرف است، در گذشته ها گفته بودیم. همچنین اشیا غیر منصرف است، اما علت غیر منصرف بودنش میگویند شیء است. اصلش الف ممدوده مقصوره مانعی قبول کردن تنوین برای این کلمه اشیا شدگی است. اصل کلمه اشیا شیء هست. شیء. اینجا این حمزه را از بین در اول آوردن که این را قلبی مکانی میگویند. در علم صرف خوانده میشوند قلبی مکانی، یعنی حرف را با جای حرف دیگر میبرند، جاهاشون تغییر میدهند. بعد از این میگوید هواون. هواون یعنی هوا، بین زمین و آسمان. هوا یعنی بین زمین و آسمان. بعد از این میگوید حریتون. حریتون یعنی آزادی. حریت یعنی آزادی. بعد از این میگوید بستانیون. بستانی یعنی باغبان. بستانی باغبان. بعدش میگوید وقع الطیر علی غصن، یعنی نشست پرنده بر بالای شاخچه، بر بالای شاخه درخت. شاخچه درخت. وقع یعنی نشست، واقع شد. وقع واقع شد یا نشست. الطیر پرنده. وقع فعل ماضی، الطیر فاعل، وقع علی غصن جار و مجرور. وقع از بابی دویم هست، اصلش وقع یوقعو هست. یقعو، اما به خاطر این عین این قاف رو ما فتحه دادیم، به باب سیوم بردیم، پس شد وقع یقعو. واو در فعل مضارع حذف می شود به سبب واقع شدن واو ساکنه بین یای مفتوحه
و کسره تحقیقی، کسره تقدیری. زیرا که گفتیم اصل یوقی بود، قاف رو ما فتحه دادیم گفتیم یوقع، پس واو رو حذف کردیم شد یقعو. چطوره که در صرف میر مسئله کسره تحقیقی و تقدیری رو بیان کرده بودیم که به مثل وضع یضعو، یضعو در اینجا واو حذف شد به خاطر اونه که کسره تقدیری است در اینجا. به مثل همون وقع یقعو واو حذف می شود در فعل مضارع به خاطر کسره تقدیری بودن حرف قاف، یعنی بعد حرف واو. بعد از این میگوید هو لا یفهم شیئا، یعنی وی نمیفهمد چیزی را. هو لا یفهم شیئا یعنی وی نمیفهمد چیزی را. هو مبتدا است، لا یفهم جمله فعلی در محل رفع خبر هو می شود، خبر مبتدا. پس لا نافیه است، یفهم فعل مضارع مرفوع است و علامت رفعش الضمه الظاهره، فاعلش ضمیر مستتر هو است، برمیگرده با هو اول. یک دیگه هو در تحت یفهمو پنهان است، شیئا مفعول به یفهمو است. هو لا یفهم شیئا و نمیفهمد چیزی را. بعد از این میگوید امسک، امسک یعنی که قپید، امسک قپیدن. این امسک یمسکو امساکن از باب اکرم یکرم اکرامن هست، یعنی از باب یکم ثلاث مزید است، یا میتوانیم بگوییم که از هفتم باب 22 باب صرفی است. امسک یعنی قپید و یک مرد در زمان گذشته، یمسکو میقپد و یک مرد در زمان آینده، مصدرش می شود امساکن یعنی قپیدن، فعل امرش می شود امسک، امسک یعنی بقپ. پس این به مثل اکرم یکرم اکرامن است، امسک یمسکو امساکن. بعد از این میگه اطلق، اطلق یعنی که رها کرد، آزادش کرد یا سرش داد. پس این طور ترجمه کرده می شود. اطلق یطلق اطلاقا همچنین از باب هفتم 22 باب صرفی است، یعنی از باب اکرم یکرم اکرامن هست. اطلق یطلق اطلاقا، اطلق رها کرد و یک مرد در زمان گذشته، یطلق رها میکند و یک مرد در زمان آینده، اطلاقا یعنی که رها کردن، آزاد کردن. پس فعل امرش می شود اطلق یعنی آزاد بکن، این هم از باب هفتم است. بعد از این میگوید غرده، غرده یعنی خواند، چک چک کردن گندشک را، پرنده را. وقتی پرنده ها چک چک میکنن، انمون خواندن پرنده را یعنی چک چک کردن پرنده را عربا میگن غرده. غرده از باب هشتم است، غرده یغردو تغریدن، و مثل فرح یفرح تفریحا از باب هشتم است از 22 باب صرفی. این غرده را ثلاثی، این ثلاثی مزید است. غرده یعنی رو زیاد کردیم. ثلاثی مجردش غریده یغردو است، از باب چهارم است، از باب علیمه است، علیمه یعلمو. غریده یغردو یا غرده یغردو هر دوش ترجمهش خواند یعنی چک چک کرد پرنده. ترجمهش از فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید ترجمهش فرق نمی کند، معناش دگرگون نمی شود. فقط میتونه بگیم که غرده یعنی بسیارتر چک چک کرد، غریده چک چک کرد و کمتر. فقط همین قدر علاوه کرده میتوانیم. بعد از این میگوید اخبره، اخبره یعنی که خبر داد، اخبره یعنی که خبر داد. پس اخبره همچنین از باب هفتم است، از 22 باب صرفی باب هفتم است. اخبره یخبرو اخبارن، اخبره یعنی خبر داد و یک مرد در زمان گذشته، یخبرو خبر میدهد و یک مرد در زمان آینده، اخبارن خبر دادن. مصدر فعل امرش میشود اخبیر یعنی خبر بده. اکنون اخبر یخبر اخبارن به مثل اکرم یکرم اکرامن هست از باب هفتم. بعد از این میگوید عجب،
اجاب یعنی جواب داد. اجاب معناش جواب داد و یک مرد در زمان گذشته. اجاب یجیب اجابتن مصدرش می شود. پس اجاب جواب داد و یک مرد در زمان گذشته، یجیب جواب می دهد و یک مرد در زمان آینده، اجابتاً جواب دادن مصدر. پس فعل امرش می شود اجیب. اجیب یعنی جواب بده. اکنون اجاب یجیب اجابتاً همچنین از باب هفتم است، اما این ناقص است، ناقصی واوی است. اصل این کلمه به این طریق است. اجابه در اصل چی بود؟ به مثل اکرمه بود. پس در اصل اجوبه هست. دقت دادید؟ اجابه در اصل اجوبه هست. چیکارش کردیم؟ واو را چقدر که شما میبینید حرکت دارد، حرکت واو رو گرفتیم و واو رو ساکن کردیم و حرکتش را در حرف جیم دادیم. پس شد اجوبه. اجوبه شد. و گفتیم که واو قاعدهش در صرف میر گرفتگی بدیم این را که گفتیم که واو ساکن در محل حرکت، زیرا که واو حرکت داشت کو. پس گفتیم که واو ساکن در محل حرکت ما قبل مفتوح یعنی حرف جیم فتحه دارد، ما قبل مفتوح واو را قلب الف کردیم شد اجابه. دقت دادید؟ این الف رو اصلش چی بوده است؟ اصلش واو بوده است. پس اجابه اصل اجوبه به مثل اکرمه از باب هفتم است. فعل مضارعش می شود یجیبو به مثل یکرمو، اما یجیبو در اصل یجیبو بود یا را حرکت یجویبو بود، اصل واو هست یجویبو. واو حرکتش رو در جیم دادیم، جیم ساکن بود پس شد یجیوبو. یجیوبو. پس واو رو قلب یا کردیم شد یجیبو. یجیبو یعنی جواب میدهد. پس به مثل اقام یقیمو است. اقامه در اصل گفته بودیم در صرف میر که اقومه هست، یقیمو گفته بودیم که یقویمو است. پس این به مثل انا همون است و از باب هفتم و ناقص است. بعد از این میگوید وحشون. وحشون یعنی که وحشی، یعنی دشتی. وحشون وحشی دشتی. بعد از این میگوید وحوشون یعنی وحشی ها، دشتی ها، بیابانی ها، صحرایی ها. به این طریق ترجمه کرده می شود. پس میگوید سقطا. بعدش میگوید سقطا. سقطا یعنی افتید، غلطید و یک مرد در زمان گذشته. میگوید فعل مضارعش رو حرف قاف رو عین باب رو دمه کن، بگو که یسقطو. یسقطو یعنی می افتد و یک مرد در زمان آینده. مصدرش می شود سقوطون افتیدن. پس فعل امرش می شود اسقطو یعنی بغلط، بافت. اکنون سقط یسقطو. سقط یسقطو از باب نصر ینصرو است. از یکم بابی ثلاثی مجرد است. از یکم بابی ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید صاح. صاح یعنی فریاد کرد، داد زد. صاح به معنی فریاد کردن، داد زدن. فریاد کرد وی مرد در زمان گذشته، فعل ماضی. فعل مضارعش می شود یصیحو. یصیحو یعنی فریاد می کند و یک مرد در زمان آینده. سیاحون این مصدر است. سیاحون یعنی فریاد کردن، داد زدن. اکنون صاح یصیحو از باب ضرب یضربو است. این ناقص است، ناقصی یایی است. صاح در اصل سیحه بودگی است. این طریق سیحه به مثل ضرب. یای متحرک ما قبل مفتوح که حرف صاد فتحه دارد، پس یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب چی کردیم؟ قلب الفش کردیم. زیرا که ما قاعده داشتیم که یای متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میشد. پس شد صاحه به مثل باع. اصل بیع بود،
باع کردیم و مثل همون. یسیحو در اصل یس ییحو است، یس یی یا کسره دارد، اما یا را کسرهش رو در صاد دادیم شد یسیحو و مثل یبیعو. اصل گفته بودیم که یبیعو است و مثل یضربو. اکنون صاح یصیحو از دویم باب ثلاث مجرد است، از باب ضرب یضربو است. بعد از این میگوید حبس، حبس کرد، زندانی کرد یا محکم کرد. حبس به معنای حبس کردن، زندانی کردن. زندانی کرد و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش از باب یفعلو است، پس می شود که یحبسو، این بیره در فعل مضارع کسره میتیم، میگیم یحبسو یعنی که حبس میکند و یک مرد در زمان آینده، زندان میکند و یک مرد در زمان آینده. پس مصدرش می شود حبسون. حبسون یعنی زندان کردن. پس فعل امرش می شود احبس. احبس یعنی زندان بکن. پس حبس یحبسو همچنین از بابی ضرب یضربو است و از باب دویومی ثلاث مجرد است. فعل امرش گفتیم احبس. صاح یصیحو را فعل امرش می شود صح به مثلی باع یبیع فعل امرش می شود بیع. پس این رو فعل امرش می شود صح یعنی داد بزن، فریاد بکن. بعد از این میگوید جاء. جاء یعنی که آمد. جاء یعنی آمد و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارعش می شود یجیء یعنی می آید و یک مرد در زمان آینده. مصدرش می شود مجیئون، آمدن. مجیئون این مصدر است، مصدر میمی یعنی که آمدن. اکنون جاء یجیء به مثل صاح یصیحو است. هر چیزی که در صاح گفتیم در جاء همون است. جاء در اصل جیعه بود، یا متحرک موقع مفتوح رو قلب الف کردیم شد جاء. یجیء در اصل یجیء بود، یا را حرکتش رو در جیم دادیم شد یجیء. پس این هم از باب، این هم ناقص یایی است، از باب ضرب یضربو است، از باب ضرب یضربو. پس این میگه محموز یعنی حمزه دارد، پس میگه محموز و ناقص یایی است این کلمه در اصطلاح علمی صرف. بعد از این میگوید احدون. احدون یگان کس. احدون ترجمهش یگان کس. بعدش میگوید هل جاء احدون یعنی آیا آمد یگان کس. آیا آمد یگان کس. هل حرف استفهام، جاء فعل ماضی، احدون فاعل جاء برای مخاطر مرفوع است. آیا آمد یگان کس. بعدش میگوید که لم یجئ احدون. لم یجئ احدون یعنی نیامده است یگان کس. لم یجئ احدون یعنی که نیامده است یگان کس. پس این لمی که در اینجا میبینید، این لم نامش لمی نافیه، نفی و جزم و قلب است. این سه چیز رو در الاجرومیه گفتگی بودیم، تفصیل با تفصیل بیان کرده بودیم. پس یک بار دیگر مختصرا میگیم لمی نافیه است یعنی نفی میکند. یجیء می آید، لم یجیء نفی کرد یعنی که نیامد، پس این نفی است. دویم این جزم است، اصل یجیء بود، وقتی که لم آمد یجیء آخرش ساکن شد، پس جزم کرد آخر فعل مضارع را، علامت جزمش سکون شد. این دویم. سیوم چیزی گفتیم لم وظیفهش قلب است. قلب یعنی که یجیء می آید و یک مرد در زمان آینده، وقتی لم رو مونده می شود نیامد و یک مرد در زمان گذشته. دقت دادید؟ اصل یجیء فعل مضارع است، آینده است، لیکن لم معنای فعل مضارع را به معنای فعل ماضی کردش، یعنی نیامد و یک مرد در زمان گذشته. نمیگیم در زمان آینده، میگیم در زمان گذشته. پس انا همین قلب، معنای قلب انا همین است که بیانش کردیم. خب میگه لم یجئ احدون. یجئ در اینجا یا حذف شدگی است. این یایی که میبینید مجیئون، این یاش حذف شدگی است. اصل یجیء التقای ساکنه شد، پس یا را حذف کردن شد یجئ. لم یجئ.
نیامده است. احدون یگان کس. بعد از این میگوید کتبیون. کتبیون یعنی کتاب فروش. کتبیون یعنی کتاب فروش. بعدش میگوید یومن یعنی روزه، نکره است یعنی روزه، روزه از روزها. پس این هست کلمه های نوی درس 42 با همین 49 با همین کلمه های نوی درس 49 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 49. صاحب کتاب میگوید در این حوار که کان خالد یلعب یوما تحت شجرة فسقطت عصفورة على الارض امام خالد صاح خالد عصفورة فامسك العصفورة وجرى الى امه وقال امي عصفورة جميلة هل عندك قفص هات القفص. پس در این حوار میگوید کان خالد یلعب یوما تحت شجرة. خالد بازی میکرد روز از روزها در زیر درخت. کان بود، خالدون بود، خالد یلعب یوما بازی میکرد روز از روزها، یوما روزه یا روز از روزها زیرا که نکره است. تحت شجرة زیر درخته، در یک درخت در تگش بازی میکرد. فسقطت عصفورة على الارض. پس افتید میگه غلطید گندشک بر زمین، بر بالای زمین غلطید. امام خالدین در نزد خالد. صاح خالدون فریاد کرد خالد، داد زد خالد. عصفورة گندشک فامسک العصفورة. پس قپید گندشک را. و جرى الى امه و دوید به سوی مادرش. و قال و گفت خالد امی مادرم عصفورة جمیلة گندشکی زیبا. هل عندکی قفص. آیا قفس داری تو؟ عندکی یعنی داری تو. هل عندکی قفص. آیا داری تو قفس؟ آیا قفس داری تو؟ هات القفص. بده قفس را. پس این از ترجمهش. و در اینجا اعرابش آسان هست، تحلیلش کانه از افعال نقصه، خالدون اسم کانه، یلعبو در محل نصب خبری کانه جمله فعلی. یومن ظرف است، تحت همچنین ظرف است، شجرة مضاف الیه تحت است. فسقطت عصفورة. سقط فعل ماضی است. از این تایی که در آخرش آمده است معلوم است که فاعل سقط مؤنث است. پس عصفورتون ببینید که مؤنث است. پس میگیم فسقطت عصفورتون. پس افتید گندشکه. علی الارض بر بالای زمین جار و مجرور. امامه منصوب است به خاطر اینکه ظرف است. امامه مضاف، خالدین مضاف الیه. صاح فعل ماضی است، خالدون فاعل صاح است. عصفورتون فامسک العصفورة. امسک فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به خالد. العصفورة مفعول به امسک است. پس الف لامی که در العصفوره هست، این الف لامش الف لام عهدی ذکریش میگن. این الف لام رو عهدی ذکری میگن. عهدی ذکری یعنی پیشتر عصفوره آورد یکتا. باز در العصفوره یعنی که همون گندش که غلطید همون را قپیده است. پس این الف لام به همین دلالت میکند. همون گندش که غلطیدگی است، همون گندش که قپیدگی است، دیگر گندش که نقپیده است. اگر میگو فامسک عصفورتن، پس در ترجمه ما میتونستیم بگیم که و قپید گندش که دیگر رو، در پیش یک گندش که غلطید لیکن این یک گندش که دیگر رو قپید. اما این الف لامی که در اولش است این را نامش الف لام عهدی ذکریش میگن، یعنی همون عصفوری که پیشتر ذکر شدگی است انا همون را قپید، همون عصفوری گندش که غلطیدگی را. و جرى الى امه، جرى فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به خالد. الى امه جار و مجرور، مضاف، هی ها الهاء ضمیر متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف الیه. و قال فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به خالد. امی عصفورة جمیلة، عصفورة منعوت، جمیلة صفت. عصفورة جمیلة
پس می شود که بگیم عصفورتون جمیلتون، صفت این خبری برای مبتدای محذوف است، یعنی که هذه عصفورتون جمیلتون، یعنی که این گندشکی زیبا است. عصفورتون منعوت، جمیلتون نعت، یعنی میتونیم بگیم صفت و نعت هر دوش یک چیز است. بعد از این میگه حال اندکی قفصون، حال استفهامیه، اندکی ظرف متعلق با کائنون، خبر مقدم، قفصون مبتدای مؤخر. هات القفص، هات فعل امر، هات فعل امر، این یایی که در آخرش میبینید یا مخاطبه مؤنثه در مبنی علی السکون فی محل رفع، فاعل هاتی، القفص مفعول به هاتی، مفعول به هاتی. پس این هست تحلیل این عباره. بعد از این میگوید قالت الام قفص اتحب یا خالد ان يحبسك احد، فكر خالد في قولها ورجع الى الشجره واطلق العصفوره. میگوید که قالت الام، گفت مادر، قفص یعنی سوال داد، یعنی قفص میخوایی؟ اتحب یا خالد، آیا دوست میداری ای خالد ان یحبسک احد، حبس کند تو را کسی، یگان کس؟ آیا دوست میداری ای خالد حبس کند تو را یگان کس، این که حبس کند تو را یگان کس؟ فکر خالدون، فکر کرد، اندیشه کرد خالد فی قولها، در سخن گفتهش، یعنی در سخن گفته مادرش، و رجع الی الشجرتی، و بازگشت به سوی درخت، و اطلق العصفورته، و آزاد کرد، رها کرد، یعنی سرش داد، العصفورته گندشک را. اکنون قالت فعل ماضی، تایی که هست کسره که میبینید قالتیل، این کسره عارضی است، بسبب التقای ساکنین این کسره را ما دادیم که اصل ساکن است. قالت الام فاعل قالت است. قفص اتحب یا خالد، همزه استفهامی است. تحب فعل مضارع مخاطب، دوست می‌داری، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، آیا دوست می‌داری تو، اینجا در فاعلش انت است. باز نگوید خالد فاعل تحب است، نه، انت هم برمیگرده به خالد، یعنی دوست می‌داری تو خالد یا خالد گفته، پس بود ندا میگه، یا حرف ندا خالد منادا مبنی علی الضم فی محل نصب. ان یحبسک احد، این که حبس کند تو را یگان کس. ان یحبسک به تعویل مصدر مفعول به تحب می شود. اتحب حبسک، آیا دوست می داری ترمه شدنت را، محبس شدنت را؟ پس این طور ترجمه یا این طور بیان کرده می شود. فکر خالدون، فکر فعل ماضی، خالدون فاعل فکر فی قولها، در سخن مادرش. پس در اینجا میتونیم فی را بگیم حرف جر، قولی اسم مجرور، جار و مجرور متعلق به فکره می شود. این طور هم بگیم. می شود بگیم فی حرف جر برای تعدیه آمدگی است، برای متعدی کردن فکره. قولی لفظاً مجرور است، قولی محلاً منصوب است، به خاطر اینکه مفعول به فکر است. فکر خالدون فی قولها. پس اگر که ما قولی را در مفعول به فکر بگیریم، پس در ترجمه میگیم که فکر کرد خالد سخنش را، یعنی سخن مادرش را. پس ترجمه این طور می شود، سخن وی را مفعول به می شود. فکر کرد خالد سخن وی را، پس فی رو ترجمه نمی کنیم. و رجع الی الشجرتی، و بازگشت به سوی درخت. رجع فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به خالد. و اطلق العصفوره، اطلق فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد باز به خالد. العصفوره مفعول به اطلقه. الف لامش الف لام اهدیه ذکری، پیشتر ذکر شده، همون گندش که غلطیدگی گندش که قپیده بودش، همون را آزادش کرد، همون را رها کرد. بعد از این میگوید فطارت العصفوره و وقعت على غصن و غردت فجاءت ام العصفوره فطارتا في الهواء بعيدا عنه ثم رجع خالد الى امه و اخبرها بما فعل. میگوید فطارت العصفوره، پس پرواز کرد، پس پرید گندشک. وقعت علی غصن، نشست بر بالای شاخچه.
و غردت یعنی چک چک کرد، فریاد کرد، خواند. فجاءت ام العصفورتی، پس آمد مادری گندشک. فطارتا، پس پریدن هر دوشان یک جا. فی الهوایی، در آسمان، در هوا. بعیدن عنه، دور از، بعیدن عنه یعنی دور از خالد. عنه ضمیر برمیگرده به خالد، دور از وی. ثم رجع خالد، پس بازگشت خالد الی امه، به سوی مادرش. و اخبر بما فعل، و خبر داد، و اخبرها، و خبر داد وی را بما فعل، به آن کاری که انجام داده بود، یا خبر داد مادرش را آن چیزی را که انجام داد. اکنون فطارت، طارت فعل ماضی است، الاسفورتو فاعل طارت است. طارت تی تانیث گرفت به خاطر اینکه اسفورتو مؤنث است. الف لام باز میگید الف لامی اهدیه ذهنی است، اهدیه ذکری است. همون گندشی که قپیده بودش همون را سر داد، با همون پرید. و وقعت علی غصن، و وقعت و نشست. و وقعت فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به عصفور. علی غصن و غردت، غردت یعنی که فریاد کرد، و غردت یعنی چک چک کرد یا خواند. فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به عصفور. فجاءت، جاءت فعل ماضی است، ام فاعل جاءت است، ام مضاف، العصفورتی مضاف الیه. فطارت، پس پریدن هر دوشان یک جا. اکنون کلمه فطارت را دقت بتید که طاره فعل ماضی است، طاره فعل ماضی است، پرید. این ت که میبینید طارتا، این ت خودش ت علامت تانیث است. همون فطارت ت ساکنه که بود همون تو است، ما فتح شدیم به خاطر الف. اکنون الفی که میبینید این الف فاعل طارت است. دقت دادید؟ طارت پس پرید، هر دوی آنها این همین الف دلالت کرده ایستاده است. همین الفی که میبینید همین الف فاعل هست. فطارتا، پس پریدن هر دوی آنها. این الف مثناش میگویند، الف مثنا یعنی الف دو کسه. پس پریدن هر دویشان. پس طاره فعل ماضی ت علامت تانیث، الفی که میبینید ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل طارت. فی الهوایی جار و مجرور. بعیدا عنه، بعیدا دوره، در حال بودنشان دور از وی. ثم رجع خالدون، بعد بازگشت خالد. رجع فعل ماضی، خالدون فاعل رجع. الی امه، به سوی مادرش. و اخبرها، اخبرها در اینجا فعل و فاعل و مفعول به است. اخبرها، اخبر خبر داد، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به خالد یعنی خبر داد خالد. ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به اخبره است. خبر داد وی را یعنی مادرش را. اینها ضمیر برمیگرده به به مادر خالد. بیما برا میتونیم ترجمه کنیم بگیم بی حرف جر با کاری که انجام داد. میتونیم برا بگیم با تعدیه است. پس میگیم اخبرها بیما فعل، در ترجمه میگیم که خبر داد مادرش را آنچه را که انجام داده بود. بی را ترجمه نمیکنیم زیرا که بی در اینجا حرف جر برای تعدیه است، نه برای یعنی حرف جر برای تعدیه آمدگی است. پس میگیم خبر داد مادرش را آنچه را که انجام داد. این مای موصوله است، فعل صله مای موصوله می شود. ما در محل نصب مفعول دویم اخبره می شود. بعد از این میگوید فرحت الام بما فعل خالد وقالت ان الحرية يحبها الجميع يحبها الطير في الهواء والوحش في الغابة والسمك في الماء والإنسان في البلاد. اکنون میگوید که فرحت الام یعنی خرسان شد مادر. فرحه فعل ماضی، ام فاعلش. خرسان شد مادر. بما فعل، بکاری که
با کاری که انجام داد خالد. بما فعل خالدون یعنی به سبب کاری که انجام داد خالد. و قالت و گفت، مادرش گفت، ان الحریت یحبها الجمیع. هر آینه حریت رو یعنی آزادی رو، ان الحریت، هر آینه آزادی رو دوست می‌دارد. همه آزادی رو همه دوست می‌دارد. یحبها الطیر فی الهواء، دوست می‌دارد آزادی رو. یحبها ها برمیگرده به حریت. دوست می‌دارد آزادی رو پرنده در هوا. و وحشی یعنی دشتی ها یا وحشی ها در جنگل. آزادی را دوست می‌دارن در جنگل، یعنی در جنگل باشن. و السمک فی الماء، و ماهی در آب، و آزادی ماهی در آب است. و الانسان فی البلاد، و انسان آزادی را دوست می‌دارد یعنی در شهرها. و الانسان فی البلاد یعنی انسان در شهرها دوست می‌دارن که در شهرها باشن. اکنون یحب در اینجا فرحت فعل ماضی، الامور فاعل فرحت، بما فعل بالذی فعل با سببیه، ما به معنای ما موصوله، الذی فعل صله ما فاعل فعل خالدون. و قالت و گفت، قالت فاعل قالت، هي برمیگردد به ان الحریت، این حرف مشبه بالفعل، الحریت اسم این منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، يحبها الجميع، يحب فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره، الها يحبها، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، این مفعول به پیش آمدگی است. الجميع فاعل يحب مؤخر، بعدی مفعول به آمده است. اکنون جمله يحبها الجميع، این جمله فعلی در محل رفع خبر اینه حرف مشبه به فعل می باشد. بعد از این میگوید یحبها الطیر، دوست می‌دارد وی را یعنی حریت را، دوست می‌دارد آزادی را پرنده در هوا. یحبها الطیر فی الهواء. والوحش یحبها، اینجا همچنین فعل مفعول به مقدم، الطیر فاعل مؤخر به مثل یحبها الجمیع. فی الهواء جار و مجرور. والوحش و عاطفه وحش عطف است در جای طیرو. از این لحاظ میگیم که یحبها الوحش یعنی دوست می‌دارد آزادی را پرنده در جنگل. و سمک و عاطفه السمک باز عطف است در جای الطیر، یعنی یحبها السمک فی الماء، دوست می‌دارد آزادی را ماهی در آب. و الانسان و عاطفه انسان باز معطوف است در جای الطیر، یحبها الانسان فی البلاد، دوست می‌دارد آزادی را انسان در شهرها. بعد از این میگه کان بستانی فی بستانه یسقی الاشجار والورد والزرع، میگه بود باغبان در باغش، آب میداد درختها را و گلها را و زراعتها را. اکنون کانه از افعال ناقصه، بستانیون اسم کانه مرفوع علامت رفع الضمة الظاهره، فی بستانه در بستانش، فی بستانه را میتونیم در اینجا صفتی بستانیون بگیریم، یعنی باغبان صفتش همین بود که در داخل باغش بود. یا میتونیم فی بستانه را خبر کانه بگیریم، بگیم فی بستانه جار و مجرور مطلب کائنون خبری کانه، مطلب کائنن خبری کانه، زیرا که خبری کانه منصوب است. یسقی الاشجار جمله فعلی را در اینجا بعد صفت بستانی میگیریم باغبان، یعنی که بود باغبان در باغش، صفتش همین بود که یسقی الاشجار، یعنی که آب میداد درختها را، و الورد و گلها را، و زرع و زراعتها را. بهتر خوبتر میشه در اینجا البستانیوش میگفت، الف لام قطعی میگفت بهتر بود. کان بستانیون الف لام قطعی میگفت، کان البستانیو فی بستانه میگفت بهتر خوبتر بود. این طور مشکل ندارد. میتونیم یسقی جمله فعلی حال از این ضمیر بگیریم،
حال از ضمیرش بگیره می شود. این طور هم جایز است، زیرا که بعدی معرفه جمله حال می شود، یا همون اول گفتگیمون می شود. بهتر خوبتر البستانیش می گفت در اینجا، بعد یسقی را حال از بستانی می گفت، یا حال کونی در حالی آب دادن درخت ها است و گل ها است و زراعت ها است گفته. این بهتر خوبتر بود، زیرا که بستانی نکره کی است مجبور میره صفتش بگیریم. اگر معرفه میشد این یسقی جمله فعلی را حالش میگرفتیم. به هر صورت بعدش میگه مر التلامذة به ووقفوا عنده وسألوه عن الأشجار والورد وعن أشياء أخرى فأجاب البستاني على أسئلتهم على أسئلتهم. تا اینجا میگه که مر التلامذة یعنی گذشتن جوان طلبه ها شاگرد ها، بهی یعنی به نزد بستانی، و وقفوا عنده و ایستادن در نزد وی، و وقفوا ایستادن تلاميذ شاگردها در نزد وی در نزد باغبان، و سألوه و پرسیدن وی را عن الاشجار از درختها، و الوردی از گلها، و عن اشیاء اخرى و از چیزهای دیگر، عن اشیاء اخرى از چیزهای دیگر. فاجاب البستانی پس میگه جواب داد بستانی. البستانی و الف لامش الف لام عهدی ذکری است، همون بستانی که در بالا دیده بودن همون است. ببینید دیگه الف لام قطعی آورد، اون اولا با الف لام می آورد بهتر و خوبتر بود. به هر صورت فاجاب البستانی، البستانی در الف لامش الف لام چیه؟ عهدی ذکری، همون باغبانی که پیشتر دیده بودنش در داخل باغش، انا همون جواب داد. میگه علی اسئلتهم بر سوالهایشان. اینجا علا ده بهتر و خوبتر میگفت عن اسئلتهم از سوالهایشان، این بهتر و خوبتر بود. به هر صورت علا هم جایز است، اما عن بهتر و خوبتر است. مره فعل ماضی است، از فعلهای مضاعف است، از باب ضرب نصر ینصر است. مره یمر از باب ضرب نصر ینصر است، از یکم باب است. التلامذة فاعل مره است، به جار و مجرور. وقفوا فعل ماضی، واو ضمیر جمع مذکر فاعل وقفوا. عند ظرف، عند مضاف، هو در الحال في محل جر مضاف الیه. و سألوه فعل فاعل مفعول به است. سأل فعل ماضی، واو ضمیر جمع مذکر فاعل، هو الهاء مفعول به في محل نصب مفعول به. عن الاشجار از درختها، و الوردی واو عاطفه، وردی عطف از جای اشجار. و عن اشیاء واو عاطفه، عن حرف جاره، اشیاء اسم مجرور و علامت جر الفتحه نیابه عن الکسره لانه غیر منصرف. این غیر منصرف از کسره قبول نمیکنه. اخرى صفت اشیاء است، اخرى صفت اشیاء است. فاجاب پس جواب داد، فعل ماضی فاعلش البستانی است، اجاب را فاعلش البستانی است. علی اسئلتهم بر سوالهای ویها، بر سوالهای ویها یعنی جواب داد. اجابه گفتیم در اصل چی است؟ اجوبه، و مثل اقومه اقامه میگوییم. بعد از این میگوید باع الکتبی فی هذه السنه کتبا کثیرة، یعنی فروخت کتاب فروش در این سال کتاب‌های بسیاره. فروخت کتاب فروش در این سال کتاب‌های بسیاره. باع فعل ماضی اصل بیع بود، یا مترجم قلب مفتوح قلب الف کردیم شد باع. الکتبی فاعل باع هست. فی هذه السنه جار و مجرور متعلق به باع. کتبا مفعول به باع هست. کثیرة صفت کتبا هست. کتبا غیر جمع غیر عاقل که است، کثیرة مفرد مؤنث قطعی صفتش کرد. کتبا کثیرة کتاب‌های بسیار. پس این هست درس 49 از کتاب تعلیم زبان عربی، و در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.